آموزش امروزمون مربوط میشه به کلاههای حصیری که برای عروسک‌ها درست میکنیم. بچه واسهتون پیش اومده 100% که از بطری‌ها استفاده میکنید که حالا دور ریختنیه. دره بطری رو برای این کار میتونید استفاده کنید. یک کمک ریزی هم کردید به محیط زیست. به این صورت روی یه تیکه از مقوا که من حالا اینجا 10/8 برشش دادم میچسبونم و نقطه مرکزی کلاه هم رو با چسب حرارتی مشخصش میکنم و به این صورت نخهای کنفی رو شروع میکنم پیچوندن. خب نقطه مرکزی کلاه من مشخص شد. حالا ردیف به ردیف، خیلی نیاز نیست چسب حرارتی بزنید بچه ها، چون زودی خشک میشه و مجدد باید تکرارش کنید. به این صورت چسب حرارتی رو میزنم و این کار رو تا انتهای در بطری ادامه میدیم بچه. راستی بچه ها، من اینجا از نخ کنفی استفاده کردم که 2 میل هستش. سعی کنید از نخهای کنفی استفاده کنید که خیلی ظریف تره و زیبایی کارمون رو هم دوچندان میکنه. این کار تا انتهای قسمت پلاستیکی انجام میدیم. بچه ها نگاه کنید الان به درای بطری که کنار منه دقت کنید که همه درای بطری مثل هم نیست. ارتفاعشون فرق داره، قطراشون فرق داره، پس خروجی کار نمیتونه شبیه هم باشه. پس دقت کنید که برای چه عروسکی از چه در بطری استفاده میکنید. اینجا اون قسمت پلاستیکی تمام میشه و همین کار رو ما روی سطح صاف مقوا انجام میدیم و ادامه میدیم. ما پهنای لبه کلاه رو مشخص میکنیم، یعنی هر چقدر این دورهای نخ کنفی بیشتر باشه لبه کلاه منم پهن‌تر میشه. اینم کاملا سلیقه‌ایه. تا جایی که دوست دارید ادامه میدید و اضافه های مقوا رو هم همینطور به این صورت. حالا اینجا ما یک کلاهی داریم که برای تزیین روش میتونید از خیلی از ابزارهایی که دوست دارید استفاده کنید، از گلای مصنوعی، گلای طبیعی، مروارید. من اینجا از نخ کنفی از هم جنس خود کلاه استفاده کردم. یه پاپیون درست کردم و گلای خشکی که داشتم برای روی کلاه میخوام استفاده کنم. بچه ها آموزش درست کردن پاپیون رو توی یکی از ویدیوهای کوتاه گذاشتم، حتما ببینید، خیلی راحته و به این صورت روی کلاه رو هم تزیینش میکنیم. اینم از آموزش امروزم.